ای جماعت از چه می نالید؟ ایراد از شماست. ما به دزدان خانه دادیم و همینها حق ماست. مرگ بر آن دورها گفتیم و دزد از خانه بود. آخر آن خانه زیبا همین ویرانه بود. مثل زالوها تمام خون ما را خوردند، هرچه هست و بود را آنها به یغما بردند. دین دگر در ذهن مردم دین دزدان حک شده. راه مردم سالها از راه دین منفک شده. عشق ممنوع و اسارت در خیابان می شود. سالها میخانه ها در خانه پنهان می شود. سفره ها خالی، پدر شرمنده فرزند شد. هر که حق را گفت تا روز ابد در بند شد. در گرانی ها فقط در صف گدایی کرده ایم. دزدها در پادشاهی، ما فقط یک برده ایم. چند درصد در رفاه و مابقی در چنگ فقر. دزدها در حال دزدی، مابقی در جنگ فقر. خانه زیبای ما را ساده ویران کرده اند. ظلم هایی که نباید را به ایران کرده اند. راست میگویند که خود کرده را تدبیر نیست. ساختن سخت است و امیدی به این تغییر نیست. ای جماعت از چه می نالید؟ ایراد از شماست. ما به دزدان خانه دادیم و همینها حق ماست.